بخشنده مهربان، امیدوارم که خوب باشین. توی این قسمت این ویدیو درباره فرمول هایی که درشون به جای آلفا ما دو آلفا قرار میدیم و همینطور درباره نصف قوس اصطلاحاً که حالا مثلا مثل یه آلفا دومی میشه صحبت میکنیم. من روابط رو می نویسم و اینکه مطلبی که وجود داره اینه که چطور ما این از روابط اصلی نتیجه میگیریم. مثلا فرض کنید که میخوایم سینوس دو آلفا رو به دست بیاریم. اینو میدونید، فقط من میخوام مفهومش رو براتون توضیح بدم و بعد ازش مثال کنم. سینوس دو آلفا در واقع یه سینوس آلفای به علاوه آلفایی بوده که همونطور که میدونید اگر سینوس آلفای به علاوه بتا بود چی میشد؟ میشد سینوس آلفا کوسینوس بتا به علاوه سینوس بتا کوسینوس آلفا. حالا خدمت شما عرض کنم که فرض بکنید که به جای بتا ما بیایم بذاریم آلفا، یعنی این رابطه بالایی. چی میشه؟ میشه سینوس آلفا کوسینوس آلفا به علاوه دوباره سینوس آلفا کوسینوس آلفا. درسته؟ من جای بتا آلفا گذاشتم که این مساوی میشه با دو سینوس آلفا کوسینوس آلفا. خب پس اینجا این نتیجه رو در واقع میایم به دست میاریم و مینویسیم. اگه یادتون رفت کافیه که شما این فرمول رابطه اصلیه رو تو ذهنتون داشته باشین. از این اون نتیجه میشه. خیلی آسون ساده است دیگه، نه؟ لذا اینجا من سینوس دو آلفا رو میام می نویسم دو سینوس آلفا کوسینوس آلفا. خب باز از این ما یه سری چیزایی رو نتیجه میگیریم. همونطور که اینجا میبینید میتونم از این نتیجه بگیرم که مثلا سینوس آلفا کوسینوس آلفا برابر با یک دوم طرفین رو ضرب در یک دوم میکنیم سینوس دو آلفا است. این یه رابطه ای میشه که اینجا من میبینید که چجوری به دست اومد، نوع به دست آوردنش. این یه رابطه ای بود که من راجبش صحبت کردم. فرض کنیم رابطه یکمون باشه، رابطه دومون هم همینطوری. مثلا کوسینوس دو آلفا رو مجددا از همون رابطه بالایی اگر به دست بیاریم، یعنی بنویسید کوسینوس آلفا به علاوه بتا، میشه کوسینوس دو آلفا منهای سینوس دو آلفا. که خب باز دوباره شما اینجا ببینید اگر پس اینو ما چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ کافیه کوسینوس آلفا به علاوه بتا رو بدونیم و بعد یعنی میشه کوسینوس آلفا در کوسینوس بتا منهای سینوس آلفا در سینوس بتا. جای بتا آلفا میذاریم، پس میشه کوسینوس دو آلفا اون چیزی که در بالا داشتیم منهای سینوس دو آلفا. این از این. حالا یک کار دیگه که اینجا میتونیم انجام بدیم همونطوری که اینجا گفته شد که گفتیم کوسینوس دو آلفا مساویه با کوسینوس دو آلفا منهای سینوس دو آلفا است. ما یه کاری میتونیم اینجا انجام بدیم، یعنی بیایم مثلا جای کوسینوس دو آلفا مقدار بذاریم یه سری سینوس دو آلفا. این عبارت دوباره تغییر میکنه. پس میخوام اینو بهتون بگم، ببینید که ما اون عباراتی رو که توی کتاب یا هر جای دیگه شما میبینید به همین راحتی اگر فراموش کردید میتونید به دست بیارید. میدونیم که کوسینوس دو آلفا به علاوه سینوس دو آلفا به توان دو آلفا برابر با یکه. پس من جای سینوس دو آلفا میتونم چی بنویسم؟ میتونم بنویسم سینوس دو آلفا مساوی با یک منهای کوسینوس دو آلفا و بیام اینجا جای سینوس دو آلفا بذارم این عبارت رو، یعنی اینو بردارم بیارم اینجا جایگذاری کنم جای این عبارت هایی که به دست میاد، یا جای کوسینوس دو آلفا بیام بذارم. مثلا همینطور از این میتونیم نتیجه بگیریم که کوسینوس دو آلفا مساویه با یک منهای سینوس دو آلفا. میره اون بعد و جای کوسینوس دو آلفا اینو بذاریم مجددا.
چند تا عبارت به دست میاد اگر بذارید و ساده کنید که من وقتتون رو نمیگیرم. فقط خواستم بگم که اگر فراموش کردید احیانا میتونید بیاید از این رابطه باز اونو به دست بیارید، یعنی ما این جایگذاری کردیم فقط. خیلی آسونه. و اینکه حالا کوسینوس 2 آلفا رو همینجا پس شد یک چیزی که ازش نتیجه میگیریم اینه، یکی هست 2 کوسینوس 2 آلفا منهای 1 که از جایگذار کردن جای سینوس 2 آلفا اینجا اومدم اینو تو این گذاشتم، جاش 1 منهای کوسینوس 2 آلفا گذاشتم و همینطوری مساویه با 1 منهای 2 سینوس 2 آلفا. این رو هم تو ذهنتون نگه دارید که اگر فراموش کردید شما فقط کافیه که این رابطه رو بدونید. اینو تنها چیزی که اینجا بهش نیازه که بدونید اینه. یعنی کوسینوس آلفا به علاوه بتا مساوی با کوسینوس آلفا در کوسینوس بتا منهای سینوس آلفا در سینوس بتا که ازش این نتیجه گرفته میشه 2 آلفا شد. یعنی چی؟ یعنی آلفا به علاوه آلفا شده دیگه. اینجا آلفا به علاوه آلفا شد. روابط مختلفی از اینا نتیجه گرفته میشه. مثلا اینجا باز دوباره شما میتونید، چرا از اینا استفاده میکنیم؟ برای ساده کردن عبارت‌های به ظاهر پیچیده. درسته؟ مثلا یه عبارتی تو به سالا میبینیم، عبارت‌هایی که به ظاهر پیچیده هستن ما میتونیم اینطوری سادهشون کنیم و به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم در واقع بتونیم مسئله‌مون اینطوری حلش کنیم، سادهش کنیم. خب باز دوباره اینجا می‌نویسم کوسینوس 2 آلفا گفتیم که در بالا میشه 2 کوسینوس 2 آلفا منهای 1. خب اینجا پس ما باز دوباره یک ساده چیز دیگه ای داریم، میتونیم نتیجه بگیریم که کوسینوس 2 آلفا رو میتونیم از اینجا به دست بیاریم. میشه کوسینوس 2 آلفا به علاوه 1 تقسیم بر 2. باز دوباره میبینید که اینجا ما اومدیم اینجا 2 برابر آلفا بود، اینجا توان 2 آلفا بود و عذرخواهی میکنم ویندوز من ایراد داره ولی خب ضبطمون متوقف نمیکنه. خب این هم از این. همین کارا رو ما میتونیم برای تانژانت کوتانژانت هم انجام بدیم و خیلی کار آسونی هم هست. من مجددا اینجا خدمتتون عرض میکنم مثلا شما مجددا مثلا میخواید بنویسید تانژانت 2 آلفا چنده، کافیه تانژانت آلفا به علاوه بتا رو بدونید. تانژانت آلفا به علاوه بتا چی میشد؟ میشد تانژانت آلفا به علاوه تانژانت بتا تقسیم بر 1 منهای تانژانت آلفا در تانژانت بتا. درسته؟ حالا کافیه شما بیاید 2 آلفا رو بخواید بنویسید. خیلی اینجا دیگه ساده میشه. چجوری میشه؟ وقتی 2 آلفا رو بخواید بنویسید بالا میشه آلفا، جای این هم آلفا قرار میگیره، پس میشه 2 تانژانت آلفا. این دوتا در هم ضرب میشه 1 منهای تانژانت آلفا. این موضوع برای کوتانژانت هم صادقه، یعنی کوتانژانت 2 آلفا رو دیگه میدونید، از همین راه به دست میارید که چجوری این به دست اومد. لذا فقط حفظ کردن خالی اینا مثل اینکه شما حفظش بکنید فقط مورد نظر نیست. مهم اینه که شما بدونید که کجا اومده که اگر فراموش کردید که این اتفاق ممکنه بیفته شما سریع بتونید به دست بیارید اون رابطه رو. حالا ما میریم اینجا به جای 2 آلفایی که قبلا داشتیم یه ایکسی میذاریم. همین اون مثلا سینوس 2 آلفا و اینا رو میخوایم به دست بیاریم ببینیم که چی میشن. از اینجا نتیجه میگیریم که خب آلفا چی میشه؟ x دوم میشه. پس به جای 2 آلفایی که بود مثلا
داشتیم سینوس 2 آلفا چی بود؟ بود 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا. جای 2 آلفا ما میام چی میذاریم؟ x میذاریم. پس این آلفا چی میشه؟ میشه x دوم. این چی میشه؟ میشه x دوم. پس اگه نصف قوس داشتید میتونید از این رابطه استفاده کنید. خیلی ساده است. یعنی شما مینویسید، نتیجه میگیرید که به من گفتن که درست در رنگ‌ها استفاده کنم. نتیجه میگیرید که خب اینجا پس سینوس x میشه چی؟ 2 سینوس x دوم کوسینوس x دوم. نصف قوس منظور همینه، نصف اون زاویه، نصف اون قوس زاویه. چرا قوس؟ چون رادیانه دیگه. چرا قوس؟ چون اون طوله. ببینید اگر شما این دایره رو داشتید، مثلا این یه زاویه من بود، این طولی که طی می‌کرد نسبت به این زاویه بر اساس رادیان حساب می‌شد دیگه. میگفتیم رادیان. خود این درجه بود. این طولی که طی می‌کرد میگفتیم رادیان. حالا شما میخواید وقتی میگید قوس دیگه میشه نصفش. مثلا منظور همینه. از همینجا شما میتونید مثلا کوسینوس 2 آلفا رو به دست بیارید. مثلا کوسینوس 2 آلفا مساوی میشه با 2 کوسینوس 2 آلفا منهای 1 مساویه با مثلا 1 منهای 2 سینوس 2 آلفا. اینجا میاد چیکار میکنید؟ جای 2 آلفا میذارید x. همین. این میشه x دوم، این هم میشه x دوم. خب پس اینجا هم به این صورت میشه کوسینوس x مساویه با 2 کوسینوس 2 x دوم منهای 1 مساوی میشه با 1 منهای 2 سینوس 2 x دوم. خب خیلی ساده و دم دستی بود. بریم ازش مثال کنیم. متوجه شدید پس که چی جوری ما اینا رو میایم با هم دیگه ترکیب میکنیم و چی جوری ازشون استفاده میکنیم. این اصلا نصف قوس چیز خاصی نبود، در واقع همون زوایای همون سوال قبلی بود که من اومده بودم همون مطالب قبلی بود، فقط اومدیم یه ذره تعمیمش دادیم، یه ذره مثلا بیشتر راجبش قوی‌تر صحبت کردیم. 2 آلفا شد، یعنی جای آلفا بتا آلفا گذاشتیم و یه بار این بود می‌نویسم در کاری که کردیم. حالا در مورد کوسینوس تانژانت و کوتانژانت هم این بود. حالا اینجا جای بتا اومدم آلفا گذاشتم. همین. شما اون برم جای بتا آلفا میذارید. پس این چی شد؟ شد 2 آلفا. مثلا شد 2 سینوس آلفا کوسینوس آلفا. مثلا اینجا این شد. از این مثلا نه همین. از این میم استفاده میکنیم. میم نصف قوس‌ها رو که خواستیم اگر x دومی دادن جای این x بذارید. خب جای این x بذارید همونطور که گفتیم 2 آلفا مساوی x بشه. آلفا میشه x دوم. پس اینجا میشه x دوم، اینجا هم میشه x دوم. باز از این اومدیم یه نتیجه دیگه گرفتیم. بریم بریم مثال حل کنیم ازش. اگر تانژانت x علاوه کوتانژانت x مساوی 6 باشه، حاصل سینوس 2x را به دست آورید. خب چیکار بکنیم؟ همیشه من اینجا گفتم که بیاید از این قسمت شروع کنید، اینو سادهش کنید. این اگه ساده کنم به این صورت میشه تانژانت x علاوه کوتانژانت x. درسته؟ میشه سینوس x کوسینوس x. به ساده ترین و اینم سینوس داریم دیگه. بذاری سادهش میکنیم همیشه. به حسب سینوس و کوسینوس اونورم چون سینوس رو میخواد، اینجا هم چون سینوس رو میخواد، به سینوس و کوسینوس ساده میکنیم. یه کسر میشه
که مخرجش میشه کوسینوس x سینوس x و صورت میشه سینوس 2x به علاوه کوسینوس 2x. مخرج مشترک گرفتم، کار خاصی نکردم. این تقسیم بر این میشه سینوس x ضرب در این سینوس 2x. این تقسیم بر کوسینوس x در سینوس x تقسیم بر سینوس x، کوسینوس x میمونه ضرب در این میشه کوسینوس 2x. خب این مساوی میشه با بالای کسر 1. حال این که پایین کسر چیه؟ سینوس x در کوسینوس x. این معادلی داشت اگه یادتون باشه. من برگردم عقب ببینم جای سینوس کوسینوس x چی میتونستم بذارم. اینجا باید یه معادلی داشته باشه. برگردیم عقب، قبلا من اشاره کردم، ببینیم چیا خوندیم. خب بیایم اینجا اینجا. خب سینوس آلفا کوسینوس آلفا مساوی با 1/2 سینوس 2 آلفا، مگه نه؟ اینو داریم دیگه. اگر دقت کنید، اگر بریم جلو، اینجا ما یک نکته‌ای داشتیم که میگفت سینوس دو سینوس x کوسینوس x مساوی میشه با سینوس 2x. مگه اینو نداشتیم؟ یعنی سینوس 2x مساوی با این بود. از اینجا نتیجه‌ای که گرفتیم چی بود؟ ببینید بچه‌ها، من اینا رو سعی میکنم که منم باهاتون حل بکنم. خب و این اتفاقی که تو ذهن من میفته مهمه. یعنی اون جاهایی که خودم مجبور میشم برگردم، مجبور میشم نگاه کنم، اون جاها رو ما وقتی اصلاح بکنیم و ببینیم از چیا استفاده میکنیم، که حاضر و آماده باشه فایده نداره. باید شما بتونید ببینید اصلا اون روند استدلال کردن، اون روند استفاده از اون چیزایی که دارید تو ریاضیات یا هر چیز دیگه‌ای که نیاز به استدلال داره چجوریه. اینه که کار میکنه. خب اینجا میشه سینوس 2x، بذارید اینجوری بنویسم، 1/2 ضرب در 1/2 که مساوی با سینوس x در کوسینوس x. این مساوی شد باشه. خب جاش میذارم اینجا، یعنی میشه 1 روی 1/2 سینوس 2x. قبوله؟ خب این مساویه با چی بود؟ کل این عبارت از کجا آوردم؟ این بود دیگه. این مساویه با 6. حالا ما میخوایم سینوس 2x رو به دست بیاریم دیگه. از اینجا خیلی کار آسون میشه. پس میتونم بنویسم که از عبارت بالا، از اینجا سادهش که بکنیم میشه 2 بر روی سینوس 2x مساوی 6 و سینوس x هم مساوی سینوس 2x هم مساوی میشه با 1/3. ساده شده دیگه. اینجا بالا این میاد بالا ضرب میشه. این مطلب من نیست. مطلب اینه که اون خب دیگه خیلی ابتدایی میشه، من اونم بخوام توضیح بدم وقتتون رو میگیرم. ببینید اینجا اون روندی که طی کردیم، چون سینوس 2x رو میخواد، از روابطی استفاده کردیم که توی سینوس 2x در واقع زنده بشه. الان اینجا همینه. اینجا ما تانژانت کوتانژانت رو بر حسب سینوس کوسینوس نوشتیم. بعد اومدیم اینجا رسیدیم از این رابطه استفاده کردیم. چجوری هم از این استفاده میکنیم؟ خیلی ساده است. شما فقط کافیه اون رابطه اصلی سینوس
آلفا به علاوه بتا رو بدونید. تمام روابط از اون نتیجه گیری شده. بریم سراغ یک سوال دیگری. اگر تانژانت آلفا مساوی 2 و تانژانت بتا مساوی با 1/3 باشد، مقدار، ببینید ظاهر سوالو، تانژانت 2 آلفای منهای بتا کدام است؟ این سوال ها فقط ظاهرشون یه مقدار مثلا ترسناکه، وگرنه برای کسی که ترسش ریخته باشه و اصطلاحاً میگیم حمله کنه به سمت سوال، خیلی راحت قابل حله. شما میدونید اینو، یعنی الان من اینجا رو دقت بکنید، شما اینو میدونید چی میشه، یعنی شما میدونید که تانژانت آلفای به علاوه بتا چی میشه. این وقتی اینو میدونم مینویسمش، اول میشه تانژانت آلفا به علاوه تانژانت بتا 1 منهای تانژانت آلفا در تانژانت بتا. اینو میخواد دیگه. این چی میشه؟ فقط اومده منها گذاشته و اینجا 2 آلفاست، اینجا بتا. خب اینجا پس اگه منها باشه چی میشه؟ اینا عوض میشه جاش، اینو میدونید، یعنی این و این برعکس میشه، یعنی این میشه منها، این میشه به علاوه، اینجا منهاست. خب حالا جای آلفا گذاشته 2 آلفا. خب شما اگه اینجا 2 آلفا بذارید، این میشه 2 آلفا، اینم میشه 2 آلفا. همین راحتی، این سادش. خب تو این سوال به من بگید که ما چی رو نمیدونیم. بذار اینا مرتب بنویسم. این 2 آلفاست، این 2 آلفاست. ما چی رو نمیدونیم؟ ما تانژانت بتا میخواد اینو به دست بیاره دیگه. این مورد سوال ماست. این تانژانت بتا که 1/3 تانژانت 2 آلفا رو نمیدونیم. میایم به دستش میاریم، ولی تانژانت آلفا رو میدونیم. خب اینجا خیلی ساده شد. پس تانژانت 2 آلفا سوال ماست. اینجا می نویسیم تانژانت 2 آلفا 2 تانژانت آلفا 1 منهای تانژانت 2 آلفا. نه ببخشید، 1 منهای تانژانت توان 2 آلفا که خب تانژانت آلفا هست 2 ضرب در تانژانت آلفا 2 میشه 2 ضرب در 2، مخرجم میشه 1 منهای 4، میشه منهای 4/3. تانژانت 2 آلفا باید میذارید تو مقدار بالا دیگه، خیلی آسون شد. ببینید تانژانت 2 آلفا شد منهای 4/3، جاش میذارم. بعد تانژانت بتا 1/3، بعد میشه 1 به علاوه تانژانت 2 آلفا منهای 4/3 در 1/3 که خب این ضرب رو انجام میدین، زحمتشو میکشین، جواب منهای 3 قبل دست اومد. و متوجه شدید مسیر حرکتمونه. باز هم اومدیم از این رابطه تانژانت آلفا به علاوه تانژانت بتا استفاده کردیم و به دست آوردیم. پس این رابطه البته منهاش هم باید بدونید، سینوس آلفا به علاوه منهای بتا و کوسینوس آلفا به علاوه منهای بتا رو لطف میکنید به خاطر میسپرید. در پناه خدا باشید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.
و مطالب دیگه ای رو هم در مورد مثلثات، تعامل مثلثاتی، حل معادله مثلثاتی، نامساوی مثلثاتی بعدا خدمتتون عرض می‌کنم. در پناه خدا باشه. خداحافظ.